فستیوال شادی را در دست کودکان بگذاریم. امروز آمده‌ام بادبادکم را در آسمان رها کنم. من از کودکان زیر آسمانم. خورشید برای من میخندد، بادها به خاطر من میوزد، شادی زیر پای من میخوابد تا من بر بام آن برقصم. شادی کنم و بخندم. چشمانم زیبایی ها را دوست دارد، باران و رنگین کمان را دوست دارم. من کودکانه زندگی را زمزمه می کنم. من در خیالم دنیای صلح و صفا را نقاشی می کنم. دنیای من قشنگ و زیباست، برای زندگی پر از صفاست. های بزرگترها، خرابش نکنید. این دنیا را من میخواهم زنگش کنم، با قلم رنگی هایم رنگش کنم. گوش کن ببین من چی میگم، چی میخوام. دنیایی که شما ساختی، حق منو نپرداختی. کودکانش گرسنه‌اند، بی خانه و کاشانه‌اند. کودکانش کار میکنند، زجر میکشند، زار میکنند. نمیخواهم این دنیا رو نمیخواهم. شرمتان باد و بس کنید. آره میشه دنیا از این بهتر بشه. ما همه کودکان و نوجوانان همراه خانواده هایمان امروز گرد هم آمدیم که با شادی و لبخند تو ذوق همه پلیدی ها و زشتی های این دنیای نابرابر بزنیم. گرد پرچم کانون دفاع از حقوق کودکان به هم آمدیم که بگوییم راه دیگری را میتوان به سوی زندگی گشود. میتوانیم برای دنیای انسانی همه با هم تلاش کنیم. جامعه‌ای داشته باشیم که همه کودکان فارغ از هر گونه فقر و فلاکت، بهره‌کشی و ستم در آن زندگی کنند. جامعه‌ای سالم، عادلانه و سرشار از رعایت حقوق کودک و حرمت انسانی. ما ضمن فراخوان به رعایت حقوق کودک در کلیه شؤونات اجتماعی و تاکید بر اولویت تامین زندگی کودکان بر همه برنامه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشور خواستار تامین مطالبات زیر میباشیم. 1. تامین فوری امنیت، مسکن و رفاه برای همه کودکان بی‌پناه و خیابانی. آموزش و پرورش رایگان برای همه کودکان. بهداشت و درمان رایگان برای همه کودکان. ممنوعیت بهره‌کشی از کودکان. ممنوعیت انجام کار حرفه‌ای برای کودکان زیر 18 ساله. تامین امنیت، آسایش و رفاه، برخورداری از یک زندگی شاد و انسانی برای همه کودکان. تامین امنیت، بهداشت و آموزش و پرورش برای کودکان پناهنده، لغو مقررات و قوانین اجباری، اخراج کودکان مهاجر از ایران و لغو مقرراتی که باعث محرومیت کودکان پناهنده افغانی و عراقی از تحصیلات امنیت و زندگی اجتماعی می شود. ممنوعیت اعدام در جامعه و ممنوعیت حکم حبس و شلاق برای کودکان زیر 18 ساله. به رسمیت شناختن حق برابر برای دختر و پسر در برخورداری از حق ارث و دیگر حقوق مدنی و اجتماعی. از مبارزات حق طلبانه کارگران، معلمان دانشجویان در سراسر کشور حمایت می‌کنیم. عمل جنایتکارانه سنگسار دختر 17 ساله در کردستان عراق را به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار محاکمه عاملان این جنایت. ممنوعیت بهره‌کشی از کودکان و نوجوانان پولبر شهرهای مرزی و تامین امنیت زندگی برای آنها و محاکمه عاملان خشونت بر نوجوانان پولبر. شرکت کنندگان در فستیوال شادی را در دست کودکانمان بگذاریم. شهر غریبان 25 اردیبهشت سال 1380. خب اونا که شانو خانمی که خیلی تشویقی کرد ولی به اورا همون 1 2 3 مثل گشت فرمه به ولی اورا بکشه 1 و 1 و 1
همه